درود میفرستم به همه شما. سپاسگزارم که تشریف آوردید و باید عرض کنم که برای خود من سیاهکل، نبرد سیاهکل به ویژه و طبعا مبارزاتی که پس از اون پیش آمد، ولی به ویژه خود نبرد سیاهکل یک صفحه درخشان از مبارزات تاریخ جامعه ماست. صفحه‌ای که من همیشه با یادآوریش به شوق میام و عملا در ذهنیت من حک شده. اما جدا از این، تنها سیاهکل این نیست در واقع. جدا از این، سیاهکل برای من، برای نسل من، در واقع یک تاکتیک عمل انقلابی بود. این تاکتیک عمل انقلابی در شرایطی بود که هر گونه تشکلیابی در جامعه ما امر بسیار دشواری محسوب میشد و تقریبا کمتر میشد گرد هم آمد و راه و چاره پیدا کرد و دست به حرکت، به مبارزه و عمل انقلاب زد. اما سیاهکل چنین راهی رو در پیش پای نسل من حداقل گذاشت. طبیعیه که در پروسه این مبارزات حرکت به جلو تحولات متعددی رو در این زمینه پدید آورد و من البته قصد ندارم که امشب به تحلیل مسئله مبارزات مسلحانه و سیاهکل بپردازم. تحولاتی که بعداً در واقع پیش آمد، همه اینها در مباحث گوناگون طرح شده. طبعا رفقمون امشب رفیق توکل در این باره سخن بیشتری خواهند گفت، این رو خواهند شکافت و جاهای دیگه هم بوده. خود من در یکی از شب‌های سیاهکل روی زمینه تحلیل سیاسی و طبقاتی و یا تئوریک مسئله سیاهکل صحبت کردم و این در دیوار فیسبوکی من هست، ویدیو، شاید کسی بخواد میتونه نگاه بکنه. اونچه که در ادامه برای من مطرح بوده، سوای اون احساساتی که در لحظه اول برای من همواره در شب‌های مربوط به سیاهکل در بزرگداشت این واقعه عظیم تاریخی مطرح بوده، جدا از اون احساسات یواش یواش این بوده که خب تحلیل ما از این واقعه چیه؟ تأثیرات این در زمینه‌های گوناگون اجتماعی چیه؟ و در همین راستاست، یعنی برای تحلیل هرچه بیشتر وقایع معین اجتماعی، مبارزات و تأثیرات اون در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی باید به بررسی پرداخت بگمانم. یعنی اصولاً امروزه این بحث تحلیل و تحقیق راجع به تأثیرات اجتماعی مبارزات بحث مهمی محسوب میشه و در اغلب مراجعات به گذشته و همچنین ها در بررسی این مسائل مورد نظر قرار میگیره و راهگشاست بگمانم. طبعا بحثی که من انتخاب کردم به عنوان تاثیر نبرد سیاهکل در ادبیات و هنر بحث سمیناریه، بحث شب بزرگداشت نیست، ولی از اونجایی که میگم حرکت به سمت تحلیلی میره عمدتاً حتی در شب‌های بزرگداشت، من این مبحث رو انتخاب کردم و تلاش میکنم که البته خیلی مختصر و کوتاه به این مسائل اشاره بکنم، چرا که این بحث بسیار گسترده‌ایه و در واقع اون چیزی که من مطرح میکنم یک طرح بحث در این زمینه است. برای بررسی در این زمینه که ادبیات نبرد سیاهکل چه تأثیری در زمینه ادبیات و هنر به ویژه باقی گذاشت، باید همچنین یک نگاه حداقل کوتاهی به 3 تا گذشته تاریخی داشت. 3 تا مقطع مهم در حیات مبارزات سیاسی جامعه ما وجود داره که اینها تأثیرات عمده‌ای در ادبیات و هنر جامعه گذاشته. یکی انقلاب مشروطه است، دیگری در واقع دهه 20 که یک فضای باز سیاسی بوده، بعد این سیاهکله. البته مسئله انقلاب و پس از اون بحث دیگریه، بحث ویژه‌ایه که باید بهش پرداخت و اگر فرصتی بشه من اشاره کوتاهی در این زمینه خواهم کرد. از این نظر من به اون گذشته به ویژه انقلاب مشروطیت و دوره دهه 20 اشاره میکنم، چرا که در واقع در نگاه به این دو مقطع این تفاوت نوعی
تأثیرات اجتماعی در ادبیات اونها رو ما مشاهده بکنیم و ببینیم انگیزه هاش و علتاش چی بوده. یعنی این چگونه است اون چیزی که در انقلاب مشروطیت هست، ادبیات و هنری که در اون دوره هست از چه نوعیت، چه ژانریه، و اون چیزی که در دهه 20 است و در دوران مبارزات چریکی یعنی دهه 50 هست. چیزی که من دقت داشتم درش این بوده که ادبیات دهه 50 ادبیات اعتراض و شدیداً ضد دیکتاتوری، یعنی در هیچ دوره‌ای از تاریخ جامعه ما شدت اعتراضات علیه نظام دیکتاتوری حاکم بر جامعه اندازه‌ای دهه 50 نبوده. یعنی انقلاب مشروطه رو که نگاه بکنیم، حتی دهه 20 رو نگاه بکنیم، اینطور نبوده. گرچه دهه 20 خودش پس از یک دوران معین دیکتاتوری رضاشاه مطرحه، ولی هرگز در هیچ دهه‌ای به این شکل نبوده و هیچ واقعه تاریخی هم مانند واقعه سیاه‌کل روی این ادبیات به سرعت تاثیر نگذاشته. طبعا هر انقلابی، هر حرکت اجتماعی زمینه‌های تاریخی خودش رو به وجود میاره، یعنی در واقع در زمینه‌های تاریخی شکل میگیره و میاد جلو و تحت خود همون زمینه‌ها بیانگر اون شرایط موجوده که به اون انقلاب یا به اون حرکت معین ختم میشه. مثلا در انقلاب مشروطیت ما زمینه‌هاش قبل از اینکه خود انقلاب مشروطیت پیش به انجام برسه مشاهده میکنیم. در دهه 20 تقریبا همینطوره و در دوران مبارزات مسلحانه چریکی یعنی دهه 50 هم یه همچین حالتی هست. من نگاهی که به این دوره‌های مختلف داشتم دیدم که آنچه که خیلی مهمه اینه که نگاه از ادبیات تقریبا اجتماعی کارگری به سمت مبارزات به ادبیات ضد دیکتاتوری منجر شده، عبور کرده. در ادبیات دوران مشروطیت با اینکه هنوز از اقشار کارگری در جامعه ما خبری نیست، با اینکه هنوز مناسبات سرمایه‌داری رشد آنچنانی در جامعه ما نداره و تقریبا هیچه، ولی ما شکل‌های ادبی و هنری کارگری رو بیشتر می‌بینیم تا مثلا در دهه 50 که حتی یک دهه از اصلاحات ارضی و رشد مناسبات سرمایه‌داری در جامعه ما گذشته. طبعا اقشار کارگری نقش بیشتری نسبت به گذشته بازی کردن در اون دوران. علت چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟ چرا در دورانی که هنوز سرمایه‌داری شکل نگرفته ولی ادبیات به سمت کارگری توجه داره، به سمت کارگران توجه داره، ولی در دوره دیگه که اتفاقا این طبقه شکل آنچنانی گرفته، این ادبیات این شکل رو نداره، رجوع نمی‌کنه به این طبقه. البته این رو بگم، من منظورم یک کلیته، یک رجوع عمومیه. طبعا در چه دوران مشروطیت، چه دوران دهه 20 و دوران دهه 50 به همه عرصه ها توجه شده، چه ضد دیکتاتوری، چه کارگری و غیره. ولی اون چیزی که جهت اصلی رو نشون میده من دارم بهش اشاره میکنم. من در جنبش مشروطیت چهره‌های مشخص ادبی و شعر، داستان و تئاتری رو میبینم که این حرکت رو از خودشون نشون میدن. یعنی بذارید به بعضی از این چهره‌ها من اشاره بکنم، مثل نسیم شمال، لاهوتی که مترجم انترناسیونال، عارف، عشقی، قرةالعین و پروین اعتصامی. لاهوتی مترجم انترناسیونال آگاهی طبقاتی رو به زبان خیلی ساده برای کارگران تشریح میکنه. رنجبرم من، از عائله رنجبرم، زاده رنجم و پرورده دست زحمت، نسلم از کارگران. حرف من این است که چرا کوشش و زحمت از ماست، حاصلش از دیگران. یا مثلا این جهان یک سر از فعله و دهقان برپاست. یا از این نوع نگاه به ادبیات. یا فرخی یزدی میگه که توده را با جنگ سنتی آشنا باید نمود،
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود. در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای، این دو صف را کاملا از هم جدا باید نمود. یا مثلا در شعرهای دیگه‌ای همین این مسئله رو میگه و اشاره میکنه که ز جور کارفرما کارگر آنسان به خود لرزد که گردد روبرو کبک دری باز شکاری را. در اکثر این شعرها این جهتگیری رو ما مشاهده میکنیم که رو به طبقه کارگر داره. نگاه میکردم خب آیا در اون موقع طبقه کارگر اصلا شکل به این صورتی که مثلا در دهه 50 بوده داشته؟ میدونم نه، این تأثیر انقلاب اکتبر در جامعه ما و ارتباطی که بخش بزرگی از روشنفکران جامعه ما در اون مقطع با سوسیال دموکرات‌های روسی داشتن و ویژه در عرصه قفقاز که بسیاری از کارگرانی که از ایران میرفتن به اونجا، بخشی از کارگران که خانه‌ها محدود هم بودن میرفتن اونجا، افکار رو به خودشون می آوردن و تحت تاثیر یک چنین فضا و یک چنین موقعیتی خواه نخواه این سمتگیری کارگری، این گرایش کارگری در اون ادبیات و هنر مشاهده میشه و خودش رو نشون میده. ولی مثلا حتی پروین اعتصامی میگه پیشه آنان همه آرام و خواب، قسمت ما درد و غم و ابتلاست، حاصل ما را دیگران میبرند، زحمت ما زحمت بی مدعاست و خیلی های دیگه که میگم در همین زمینه اکثرا تحت تاثیر همین بینش قرار گرفتند. در زمینه مثلا تئاتر هم ما یه همچین حالتی داریم در دوران مشروطه، چون تئاتر یکی از هنرهای دیگه‌ای که در اون موقعیت رشد کرده و از اونجایی که چنین تئاتر، یعنی اون نوع تئاتر ویژه منهای تعزیه که یک تئاتر سنتی در جامعه ما، اون نوع تئاتر مدرن اروپایی که در اون موقعیت مطرح میشه تماما تحت تاثیر اون تئاتری که در کشور روسیه برگزار میشه و به پیش میره و خانه‌ها متأثر از اون تقلید میکنن و آثاری رو میارن در ایران به نمایش میذارن. دهه 20 رو هم نگاه بکنیم میبینیم که گرچه این تغییرات ناگهانیه در دهه 20 به خاطر شکستن اون جو دیکتاتوری، رفتن رضا شاه و غیره و حضور نیروهای متفقین در جامعه ما، یه فضای باز سیاسی به خصوص حضور روس‌ها این فضای باز سیاسی رو فراهم میکنه، چرا که در موقع انقلاب اکتبر گذشته ازش و خانه‌ها استالین به عنوان یک نیروی مسلط این جنگ که مقاومت کرده، خانه‌ها بعداً حتی پیروز جنگ دوم جهانی محسوب میشه، در جامعه ما تاثیر داره و حضور این نیرو در جامعه خواهنخواه به یک تعادل و توازن طبقاتی میرسه و منجر میشه به اینکه یک جو دموکراتیک در جامعه، یعنی آزادی‌های دموکراتیک بتونه در محدوده‌ای بروز پیدا بکنه و تحت تاثیر این فضا بتونن هنرمندان، نویسندگان وارد این مبارزات بشن و تحت تاثیر چنین فضای بازیه که اتفاقا مثلا احزاب مثل حزب توده رشد میکنه و نیروهای دیگه همچنین رشد میکنن و خانه‌ها یک فضای ویژه باز هم ضد دیکتاتوری ولی در این حال کارگری، یعنی مبارزات کارگری در اون موقع، در اون موقعیت، با اینکه باز همچنان مناسبات اجتماعی پیش از سرمایه‌داری در جامعه ما، ولی با تمامی احوال رویکرد به کارگران زیاده و کارگران در بخش‌های مثل کروپسخانه‌ها یا مثلا صنعت نفت یا سیمان یا از اون قبیل کارگاه‌هایی که در ایران در اون موقعیت موجود بود و مراحل اولیه در واقع سرمایه‌داری بود و هنوز این مناسبات شکل غالب رو در جامعه نداشت، ولی همونها نقش بازی میکرد و حرکت در سمت در واقع سازمانیابی این کارگران موجود و در این راستا کار میشد. ادبیات و هنر هم در همین راستا باز کار کرده. یعنی ما از چهره‌های مشخص این دوران اگر نگاه بکنیم، چه نیما، چه افراشته، چه دیگران، همشون به نوعی هم رویکرد توده‌ای دارن، هم رویکرد کارگری دارن. یعنی در مجموع زحمتکشان کارگران رو مورد نظر قرار میدن، چرا که در اون موقعیت به ویژه مبارزات مختص یک قشر روشنفکر اجتماعی نیست، بلکه یه حرکت توده‌ای وسیع جامعه از زیر بار اون دیکتاتوری چندین ساله در اومده، نزدیک به 15-16 ساله رضا شاهی در اومده و نیروها آزاد شدن، حرکت خودشون دارن میکنن و تحت تاثیر چنین حرکتی مجموعه جامعه داره حرکت میکنه.
این برخلاف اون چیزی که فرضاً در دهه 50 ما مشاهده میکنیم، یعنی یک قشر معینی امکان حرکت رو اصولاً پیدا میکنن از نظر اجتماعی، بقیه تحت تاثیرش قرار میگیرن، ولی اون قشری که این حرکت رو آغاز میکنه و به یه سمت معین میره که من روش صحبت خواهم کرد. در همین دوران ما میبینیم مثلا در دوران 20 ساله دهه 20 مشاهده میکنیم که فرضاً شاعری مثل نیما هم تحت تاثیر داده های سوسیالیستی، هم اون خلوص روستایی خودش رو داره، اون نگاه طبیعی خودش رو به زندگی داره و در محیطی که نیما در واقع رشد پیدا کرده و حرکت کرده، یک فضای انسانی به خصوصی رو این در شعراش تصویر میکنه که کمتر نگاه اینجوری ما در ادبیاتمون داشتیم، نگاهی به این سادگی و به همین آسانی که ارتباط برقرار میکنه با توده های مردم. فردیت در شعر نیما یک فردیت مدرنه، یه فردیتی که برخلاف مثلا شعر دوران قاجار فرضاً نگاه بکنیم که شعری است که بیشتر گندگویی میکنه، کلیگویی ادبی میکنه و در فضای خیلی پیچیده‌ای خودش رو قرار داده و تابع حتی لغات ویژه هست. اما نیما در یک فضای دیگه ای صحبت میکنه، یه رویکرد تازه ایجاد میکنه. نیما فقط از نظر ساختاری چیزها رو نشکنده، ابعاد اوزان و همچنین قافیه و غیره رو نشکنده، بلکه نیما اصولا و در نگاه تازه به زندگی نوعی فردیت رو وارد شعر میکنه که این فردیت حاصل یک دوران تازه است، به ویژه در این دور دهه 20 خیلی رشد میکنه و مورد توجه قرار میگیره و جامعه بهش توجه داره. همین نیما که همین کار رو به این شکل خیلی آروم میکنه، در این حال اشعاری داره که مشخصا سیاسی و علیه سرمایه‌داری. من الان دو تا کارش رو اشاره فقط بهش میکنم. یکی کار شب‌ها که نگاه بکنید چقدر تصویرها اصلا زیبا، چقدر فضا ملموسه. ماه میتابد رود است آرام، بر سر شاخه اوجا تیرنج، دنبی آویخته در خواب فرو رفته، ولی در آیش کار شب‌ها نه هنوز است تمام. هرچش یه تیکه‌ای داره که من گذر میکنم، به بخش آخرش میرسم. هرچش در بر سخت و سنگین، چه مثل این است که با کوفتن طبل و دمیدن در شاخ میدهد وحشت و سنگینی شب را تسکین. البته میدونید که کار شب‌ها کوبیدن به اون طبل بوده تا تمام حیوانات گراز و این چیزا که میان فرضاً مزرعه رو شخم بزنن و بردارن چیزا رو ببرن، اینا رو بترسونه و برمونه در واقع. و این کارش به کار دشواریه و نیما خیلی ساده با این انسان‌های زحمتکش خیلی از نزدیک روبرو میشه. اگر نگاه بکنیم به ادبیات مشروطیت و این دوران، تفاوتاش اینجا معلوم میشه. در اون دوران از بالا به مسئله کارگری نگاه کرده میشه، از بیرون به کارگران توجه میشه. میگه کارگران باید این کار رو بکنن، اینطور، یعنی شعار میده که این کار درسته، اون شعارها درسته، ولی نوع نگاه به این مسئله از بیرونه، یعنی مسئله کارگری رو از درون حل نمیکنه، حسش نکرده بهش نزدیک بشه. ولی مثلا در این دوران که رشد اجتماعی و مناسبات سرمایه‌ای تا حدودی رشد کرده در جامعه، البته هنوز غالب نشده، سبب میشه که نگاه به مردم زحمتکش، نگاه به کارگران نزدیکتر باشه، تقریبا از روبرو باشه، بهش نگاه بکنه و حس و عاطفه‌ش رو لمس بکنه و بیانش بکنه. ما این رو در شعر مشروطیت نمیبینیم. شعر مشروطیت کلیگویانه است، از بالاست، ولی این شعر خودش رو در این سطح قرار میده. اما با تمام این احوال نیما هم تحت تاثیر میگم همین این فضا میگه داد از این شهر و این صناعت داد، چند باید نشست مست و خموش، بندگی چند با دل ناشاد، از زمین برکنید آبادی را تا به طرح نو کنیم آباد. که خانه باز پیام انقلاب را میده. به زمین رنگ خون بباید زد، مرگ یا فتح،
هرچه بادا بود. افراشته هم باز همین حالت رو داره، باز همچنان نسبتاً شعاری حرف میزنه، مثل بشکن ای قلم ای دست از خدمت محرومان اگر پیچی سر. میگم این تمایل به دفاع از زحمتکشان و کارگران امر جالبی، امری که در این طول این 100 سال ما مشاهدهش میکنیم، ولی نوع نگاه ها هی تغییر میکنه به تناسبی که جلو میاد. من توی دوره سوم با یک حالت دیگه ای رو مشاهده میکنم و اون در واقع من هنوز یه وقت دارم، ببخشید اگه سرتون درد میارم. در دوره سوم در واقع پس از نبرد سیاه دهه 50 به این اشاره میخوام بکنم قبل از اینکه به خود این دوره بپردازم که زمینه های این دوره داره پدید میاد. از تقریبا سالهای 46-47 یه سری حرکت هایی در همین راستای این مبارزات مسلحانه، اعتراض شدید به دیکتاتوری مشاهده میشه در جامعه در اشکال مختلف، در وقایعی که پیش میاد. مثلا تاجگذاری که انجام میشه، یه سری اعتراضات علیه این شاه و اینجا در دانشگاه آغاز میشه. مرگ تختی خودش یک سری مبارزات و اعتراضات اجتماعی رو به وجود میاره. مرگ چه گوارا خانه‌ها تأثیرات عمیقی تو جامعه میذاره و واکنش‌های شدیدی به وجود میاره. مرگ صمد بهرنگی همینطور. مبارزه مسلحانه تحت تأثیر یک سری داده ها با درک معین از یک سری داده های تئوریکی در سطح جهانی مطرح میشه در جامعه، ولی قبل از اون دستگیری گروه بیژن جزنی باز خودش نمونه ها نشانه هایی از همین حرکته. یعنی زمینه های اجتماعی این قضیه داره شروع میشه. این زمینه های اجتماعی چیه که این حرکت رو به وجود آورده؟ یک دهه از اصلاحات ارضی گذشته، یک قشر رشد کرده در جامعه، کارگران دارن آرام آرام اقشار مشخص خودشون تشکیل میدن، روشنفکران بخش میانی جامعه رشد کرده اومده بالا، به دانشگاه ها میره و غیره. این بخش که وارد اجتماع شده در عین حال میخواد نقش سیاسی خودش هم بازی بکنه. یعنی مناسبات، من در یه بحث دیگه هم به این اشاره کردم، مناسبات اجتماعی تازه روبنای سیاسی تازه خودش رو میطلبه. شما در نظر داشته باشید که در جوامع مرکزی سرمایه‌داری وقتی سرمایه‌داری رشد میکنه از پایین، خواهرخواه تمام اون استراکتور سیاسی خودش هم با خودش میسازه و میاد بالا. یعنی که مردم امکان این رو پیدا میکنن که در ارگان‌های ویژه دخالت در امور اجتماعی شرکت بکنن. حالا گرچه در همون سرمایه‌داری هم تو کلی طول میکشه تا فرضاً کارگران و بعد تازه زنان حق رأی پیدا بکنن، ولی با تمام این احوال ذره ذره از پایین این میجوشه میاد و یک نوع تقسیم قدرت اجتماعی در واقع مطرحه در این جوامع. حداقل اقشار میانی و یا قشر بورژوازی در موقع اشرافیت فئودالی امکان این حضور رو پیدا میکنه و امکان اعمال نفوذ و شرکت در قدرت سیاسی رو پیدا میکنه. به همین دلیله که در اونجا این اشکال به تعارضات خیلی بزرگی مثل جامعه ما منجر نمیشه. ولی توی جامعه ما و جوامع نزدیک به ما، جوامع پیرامونی، که این در واقع اصلاحات ارضی و تغییر مناسبات اقتصادی در جامعه متأثر از یک سیاست جهانی سرمایه است، در اینجا ناگهان این حرکت از بالا انجام میشه و تغییراتی در جامعه وجود میاد. اقشاری در جامعه رشد میکنن که میخوان بیان اون نقشی که مربوط به ایناست و قبلا این اقشار موجود نبودن در جامعه بازی بکنن. یعنی پیش از اون این اقشار روشنفکری اینقدر وسیع نبوده یا اقشار کارگری اینقدر وسیع نبوده که در این دوران، یعنی در آغاز دهه 50 اینها اینجوری حضور دارن، یا در اواخر دهه 40 اینها اینجوری در جامعه حضور دارن. شاه همچنان میخواد با اون اشکال قدیمی مناسبات فئودالی حاکمیت بکنه در جامعه‌ای که اقشار تازه و طبقات تازه دارن شکل میگیرن و میخوان بیان نقش بازی بکنن. و این اون تناقضیه که به وجود میاد در جامعه و یه حرکت رو دامن میزنه، به یک
انبار بارود جرقه میزنه و اون انبار بارود اعتراض نسبت به این وضعیتی که جدید محسوب میشه تو جامعه ما. یعنی قبل از این اقشار و این طبقات با این شکل و شمایل در جامعه موجود نبودند و خواه نخواه این نوع خواستهای سیاسی اجتماعی را نداشتن. اما وقتی پدید آمدن خواه نخواه اون وقت میخوان این اقشار رو بازی بکنن و چون نمیذاره یک جایی باید این جرقه زده بشه. فشارهای موجود در جامعه طوریه که امکان این حرکت رو نمیده، سرکوب میکنه، خواه نخواه میره مبارزات چشکی شکل میگیره. و توجه داشته باشید اون قشر روشنفکر و آگاهی که حالا وارد این مناسبات شده، اونها کسانی هستند که دانشگاه رفتن، اطلاع دارن و خودشون رو مطابق با اون کسانی که این مبارزات رو شروع کردن و این فداکاری ها رو میکنن و راه عملی مبارزه بهشون نشون میدن میبینن و از همین رو تحت تأثیر شدید همین این گروه قرار میگیره و شروع میکنه به دفاع از این، شروع میکنه به حمله کردن به دیکتاتوری و اون زمینه هایی که سبب چنین فضایی شده شد، سبب در واقع دامن زدن به این تضاد اجتماعی شده که در این موقعیت شکل ویژه پیدا کرده در جامعه. به همین دلیل اشعار اکثرا اینجوریه و اون زمینه هایی که من شمردم خانه‌ها یک همون پیش زمینه های این حرکت اجتماعی بوده و در همین زمینه کار کردن اومد جلو. شما نگاه بکنید، من الان به یه چند تا اسم اشاره میکنم. مرضیه احمدی اسکویی، مهدی، اینا شاعرن. مهدی رضایی کتاب ستاره ها رو در مورد سال 50، سعید یوسف، سعید سلطانپور که همون حرکت بسیار جالبش در شب انجمن گوته که سلام ای شکستگان سالهای سیاه، ای تشنگان آزادی، با این عنوان شروع کرد و خیلی های دیگه. یعنی ما مشاهدهشون میکنیم. شما به مثلا شعرهای سعید توجه بکنید، ببینید در هیچ دورانی این خطاب به دیکتاتوری با این شدت موجود نیست، به جز یه مقاطعی مثلا کوتاه فرزند فراخی یزدی علیه رضا شاه چیزایی گفته یا عشقی، ولی معدودن اونهایی که با اون شدتی مثل فراخی یزدی و عشقی حرف میزنن. ولی در این موقعیت این قشر گسترده‌ای که با این شکل بسیار شدید علیه دیکتاتوری حرف میزنه. فرزند سعید میگه ناگه مثل جنگل بارود منفجر، مثل تنورهای گدازان گردباد، از خطه ها میهن خونالود میروییم، ز زخم خنجر خونین نعره میکشیم، به سنگ قزلقلعه و ادین و قزلحصار. یا میگه روی شبگیر گرانماشه خورشید چکید، کوهی از آتش و خون موج زد و سنگر شد، آن دلاور که قفس با گل خون میاراست، لبش آتش زنه آمد سخنش آذر شد. ببین دقیقاً با سخن خودش همون آتش مبارزات چریکی رو شروع میکنه. یعنی این در پاسخ به همون فضاست، در اون راستا حرکت میکنه. یا مثلا خسرو گلسرخی، این دست هامان را بگر، ما همانیم، همان رسولان عریان رنج، با آیین گوشت و گلوله و مرگ، این دست هامان را بنگر، ما همانیم. پیش از این حتی مثلا کسانی مثل کوشابادی، میمازر، شفیع کرکنی باز در همین راستاها شعر میگن. هنوز حتی مبارزه مسلحانه آغاز نشده ولی زمینه های اجتماعیش همین بوگ و فضا رو ایجاد میکنه تو جامعه. حمید مصدق میگه شب بد، شب دد، شب اهرمن، وقاحت به شادی درید دهن، شب نور باران، شب شعبده، شب خیمه، شب بازی اهرمن، که دقیقاً اشارش به تاجگذاریه در 1346. یا اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزن، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. ببینید مثلا در موقعیت انقلاب مشروطه یه فضای دیگه است که انقلاب داره اتفاق میفته، قدرت دوگانه داره در جامعه شکل میگیره، در واقع حاکمیت اون سلطه خودش رو دست داده. ولی در سال 46 47 48 قبل از 50 حاکمیت مسلطه، ولی این گرایش ضد دیکتاتوری خیلی شدیده در
و این باید یه انگیزه طبقات اجتماعی داشته باشه دیگه، ولی همینجور از زمین نمیجوشه چنین چیزی بیاد بالا. شاملو یکی از شاعرانی که بیشترین تأثیر رو از همین مبارزات گرفته و بیشترین واکنش ها رو نشون داده و خیلی هم زیبا و شکوهمند واقعا این کار کرده. چه فروترانه بر درگاه نجابت به خاک می شکند رخساره‌ای که طوفانش مسخ نیارست کرد. چه فروترانه بر آستان تو به خاک می افتد آنکه در کمرگاه دریا دست حلقه توانست کرد. آنکه مرگش میلاد پرهیاهوی هزار شهزاده بود، که خطاب به احمد زیورمه. یا این چنین سرخ و لبند بر خاربوطه گل شکفتن که در مورد خسرو گل سرخی میگه. یا کلا مثلا مستقیما به مبارزات چریکی اشاره داره. از پنجره به خیابان نظر کنید، خون را بر سنگ فرش خیابان ببینید. یا آب یقین یافته بازت نمیدهم، کلامی که کرامت دانشجویان همواره در زندان این رو تکرار میکرد با خودش. این یک داد و دهش متقابل بین هنرمند، شاعر و مبارزان اجتماعیه که او روی از مبارزات تاثیر میگیره. شعر میگه و این شعر بالعکس روی خود اون مبارزات تاثیر مضاعف داره و این فضا در مجموع در یک شکل در هم پیچیده و ادغام شده حرکت میکنه و این ویژگی میگم شاید کمتر در دوره دیگه مشاهده میکنیم با این شکل و شمایلی که ما در این دهه میبینیم. اما با تمام این احوال وقتی همین شاعران در رابطه با زحمتکشان و کارگران حرف میزنن، نسبت به گذشته حرفشون مثل مانند نیما حرفشون نزدیکه، تقریبا از روبروه. مثلا شاملو در این خواب به جینگر اینجوری میگه: خواب چون درافکند از پایم، خسته میخوابم از آغاز غروب. لیک آن هرز علف ها که به دست ریشه‌کن میکنم از مزرعه روز، میکنمشان در شب در خواب هنوز. یعنی ببینید این دیگه بیرون نیست، این رنج رو خودش از درون حس میکنه. درست مثل اینکه خودش کاری کرده، مثل اینکه در درون این فضا زندگی کرده. دیگه برای یک کارگر نمیگه تو باید چه کار بکنی، با اون هماهنگ میشه و میره جلو. نه اینکه گفتن اینکه چه کار باید بکنی بده، بلکه میخوام بگم نوعاً شعر تغییر میکنه و زوایای ویژه‌ای به خودش میگیره که این زوایا همه تازه است. یعنی نوع نگاه تازه‌ای رو ما مشاهده میکنیم. امروز مثلا اگر نگاه بکنیم، من یه اشاره به این بکنم، یه بخش دیگه هم از این مونده، فرصت هم زیاد نیست. امروز نوع دیگری مثلا شعر کارگری داریم ما، سایبر هاکا، یا مثلا این رضا خواننده کارگری رو اگر شنیده باشین، امروز هم کار کردیم تا ببینیم فردا چه میشود. یعنی مسئله کارگری روز خودش رو در اشعار و در ترانه ها این رو منعکس میکنه. یا مثلا از درد کارگران به شکل خیلی ملموس‌تر و معین‌تری حرف میزنه. تا به حال افتادان شاه توت را دیده ای که چگونه سرخیش با خاک قسمت می کند؟ هیچ چیز مثل افتادن در داور نیست. من کارگرهای زیادی را دیدم از ساختمان که می افتند شاه توت می شوند. این نوع شعر که شعر کارگری به شمار میاد و امروزه در جامعه ما خیلی زیاد شده. مثلا به ویژه این سایبرآپو و یه سری از شاعران دیگه از این دست خیلی نقش دارن. این تفاوت نوع نگاه و تفاوت استرکتور اجتماعی و به وجود آمدن اقشار مختلف و نقش اونها در حرکت سیاسی اجتماعی جامعه رو نشون میده و همچنین تاثیراتش در ادبیات اونها. من برمیگردم به یه نگاه کلی هم به چیز بکنم در این 5 دقیقه که وقت دارم، اینه که چه عوامل دیگه‌ای هم مثلا در همین زمینه‌ها تاثیر داشت. یک سری تاثیر ادبیات مبارز چریکی در دوره دهه 50 باز در سطح جهانی تاثیر داشت. حتی مثلا ترجمه اشعار لورکا با اینکه متعلق به اون دوران نیست ولی شدیداً تاثیر داره، چون در اون فضای ضد دیکتاتور فرانکویی زندگی میکنه. ادبیات داستانی مثلا کتابای صمد، علی اشرف درویشیان
جنگ‌های ادبی مختلفی که در این دوران به وجود بیاد، مثل آرش، سحند، فصل‌های سبز، فلک الافلاک، پویا، خوشه، کتاب هفته، نگین، صدا، امسال، هیرمند، بازار، چاپار، الفبای سایدی و غیره. یعنی یک سری باز نشریاتی در این زمینه وجود داره که باز بی سابقه بوده در جامعه ما در همین راستا. یعنی این تاثیرات عظیم این مسئله رو می‌بینیم. فقط هم به ادبیات و داستان، به شعر و داستان ختم نمیشه، در زمینه ترانه و موسیقی هم همینجوره. ما ترانه سرایان و خوانندگان، آهنگسازان زیادی داریم در همین دوران دستگیر میشن. تا این دوران ما کمتر دیدیم که آهنگساز و ترانه‌سرا و خواننده مثلا دستگیر بشه، ولی در این دوران میشن و نامهاشون خیلی زیادن. شما میتونید احتمالاً دارید در ذهن داریوش و فرهاد و نمیدونم خیلی های دیگه. و همچنین در زمینه تئاتر مثلا گروهی که سعید سلطانپور به اتفاق رحمانی نژاد دیگران ایجاد کرده بودن که نمایشنامه‌های دشمن مردم، آموزگاران، دیکته و زاویه، غیره اینا رو اجرا میکنن و اصلا هنرمندان برای اولین بار در تاریخ خیلی مرتب پشت سر هم دستگیر میشن. اینا همه به زندان میفتن به خاطر اجرای در واقع تئاتر، نه یک حرکت سیاسی معین. یعنی این نوع حرکت ادبی و هنری به شدت یک اشکالی به خودش داره که رژیم دقیقا میفهمه این راسته‌هاش چجوریه و چگونه ضد او محسوب میشه، با اینکه هیچ کار معین سیاسی و یا حرکت نظامی غیره انجام ندادن، ولی تحت تاثیر اون فضا به این دورها کشیده شدن. یا سینما، ببینید سینما مثلا یک وسیله‌ایه که کمتر میشه ریسکی کرد توش، چون یه سرمایه میخواد، این سرمایه اگر با سانسور مواجه بشه سرمایه از بین میره و هیچ تهیه کننده‌ای حاضر نیست مثلا پول بده برای یه فیلمایی که انقلابی باشه، مگه اینکه مطمئن باشه که اینو سانسور نمیکنن، جلوشو نمیگیرن. ولی در اون دوران مثلا اواخر همین دوران شاه مشاهده میشه مثلا فیلمایی مثل گوزن‌ها مال مسعود کیمیایی که مشخصا زندگی چریک رو بررسی میکنه، فارغ از اینکه چگونه بررسی میکنه ایناش کار ندارم. میخوام به اون ژانر ویژه‌ای که در این زمینه موجوده به وجود اومده اشاره کنم. فیلم بنبست پرویز صیاد. پرویز صیاد آدم چریک یا از این چیزا نیست، ولی تحت تاثیر این مبارزات فیلم بنبست رو میسازه که در واقع یک دختریه که یه سواکی میاد در خونه‌شون که برداشت دستگیر کنه، فکر میکنه که این عاشق اینه که اومده اینجوری و لو میده بهش که آره برادرم میاد تو بیا خواستگاری، و اون میاد برادری که اومده بوده اتفاقی دستگیرش میکنه. یا مثلا فیلم اسرار دره گنج دره جنی مال ابراهیم گرستان و غیره. و حتی در زمینه نقاشی کارهای مثلا ایران درودی که دقیقاً من شخصا اینو از کاراش اون زمان دانشجو بودم، این استاد طراحی ما بود، این کاراش رو اصلاح گرفتم. این مثلا تحت تاثیر رضا رضایی یا مثلا مبارزان سیاهگر نقاشی هایی کشیده بود که اگر میذاشت نمایشگاه حتما شاید دستگیر میشد. بعدها به نوعی اینها رو بیرونیش کرد و حتی شاملو در وصف این نقاشیاش گفتش که ما میگوییم تو تصویر کن. من منظورم که در مجموعه این دوران یک ادبیات و هنر ضد دیکتاتوری با این شکل و شمای خاص است که طبعا در ادامه خودش این ارتقا پیدا کرد، با ارتقاء مبارزات چریکی، با ارتقاء این سبک کار سیاسی و گذر به اشکال تازه، این ادبیات هم گذر کرد و خامخا امروزه با توجه به اینکه این راستا ابعاد طبقاتی گرایش به توده های مردم رو وسیع‌تر داره، این اشکال هم در اون زمینه عبور کرده. من خیلی ممنونم که به سخنان گوش دادید. خامخا مجبور شدم به خاطر تنگی وقتی، البته در واقع حوصله شما رو سر بردم، مسئله رو خلاصه بکنم. امیدوارم در یک سمیناری بشه این مسائل رو چیز کرد و من دارم باز روش کار میکنم که حداقل به صورت یک کتاب اینا رو بیرون بدرسم. خیلی ممنون از شما، تشکر.